الان خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدم یک چیز واقعا همه منتظر همین لحظه ای بودیم که واقعا اومدم واسهتون بگم. اومدم نایف از اون نایف های خفنایی که همتون دوست دارین بهتون مو به مو توضیح بدم. وارد کلاس که میشین، خب اینجا میزنین توی بتل رویال، بعد اینو میزنین بخش کریزی مشکی که حالا اون یه ویدیو دیگه واسش میذارم وقتی رسمی شد خبرش. احتمال زیاد گان متیک میده، هنوز ولی معلوم نیستش، یا اسکین لجند میده. گان لجند احتمال کم میده. بعد میزنین این قسمت کنار کریزی مشکی اینو. بعد مثلا من گذاشتم رو این میتونین مال قبلا که شما نبودین کارافون نصب نکرده بودین بتونین بگیرین. بعد میاین تو این قسمت، این مرده رو با این گانه. خب این گانه قسمت آخرش، حالا وقتی خودم هم گرفتم بهتون نشون میدم. این گانش دوتا مونده با آخرش بهتون مثل نایفر میده، خیلی خوبه. بعد هم دریافت شکلی از این کارتا بگیرین تا بتونین اینا رو بگیرین. همه مو به مو توضیح میدم براتون. بعد اینجا باید من از اینا دارم که تونستم بزنم، مثلا اینا رو بعضیا نمیتونن بگیرن. بعد از باسش سواله اون آدم اینو بهتون بگم، شما باید رنگتون قطعا لجند باشه. اگه لجند نباشه به هیچ عنوان نمیتونین از اون کارتا دریافت کنین. اینم سوالتون جواب دادم. بعد از اچیمنت 117 هم حالا واقعا یه بار دیگه هم براتون گذاشتم. این 117 هم خیلی خوبه، ولی این به اون یکی نمیرسه. اون یکی هم دورزن هم نزدیک زنن، این فقط مال دور بهتر از نزدیکه. مثلا وسط ها میزنه. اینم که دیگه خداست بهتون دیگه بگم، حالا بعدا بهتون توضیح میدم تو ویدیوی بعدی. این طولانیش نمیکنم ویدیو. نایف MG42 هم گرفتیمش، انقدر خفنه. بگم بهتون گلدش هم حالا باید بذاریم، اما فقط یک دونه چون میشه بودن. حالا خودت میگم گردونه MG42 متیک هم امروز اومده، یکیشو رفتم زدم، گفتم شاید بهم داد. پس نگاه کن اصلا خفنه. حالا باز دیگه بعدی بهتون کیتی مشکلم میگم که چیه چی نیست چی هست.